داستان زیبای پاییز از عادل ادیم، مقیم عالم، تقدیم شما خوبان. یک شب سرد پاییزی. یک شب سرد پاییزی بود. آسمان تاریک و موجهای دریا خاموش بودند. ستارگان ماه را در آسمان تنها گذاشته بودند. من هم بالای صخره تنها نشسته بودم و با خیالاتم خلوت دوستانه‌ای داشتم. اتفاقاً رهگذر کهنسال، شاید 80 ساله بوده باشد، با تن لرزان از کنارم گذشت و همین که چشمش به من افتاد با تعجب پرسید: وای دخترم، اینجا تنها چی میکنی؟ آیا در این تاریکی شب نمی ترسی؟ جواب دادم: نه پدر جان، اینجا در سکوت شب با صندوقچه لبریز از خاطراتم نشستم. باران میفروشم، باران خاطراتی را که قطره قطره آن از ابرای دلم میچکد. پیرمرد گفت: فهمیدم دخترم، حرف دل است. اجازه خواست تا بالای تخت سنگ کوچک روبرویم بنشیند. عصای خود را بر زمین گذاشت، قد خمیده، چشمان قهوه‌ای رنگ، چیره چین و چروک خورده‌اش در روشنی ما به خوبی دیده می‌شد. پیرمرد با صدای غمگین گفت: دخترم، قسم به این ماه و به این زلال آب، روز من هم جوان و عارف بزرگی بودم. جسم سالم داشتم و اسب‌های نیرومند را می‌راندم. اما اکنون مانند تکه درخت در پاییز هستم. برگایم را باد برده و شاخه‌هایم شکسته است. امروز دستم را کنار گوشم می‌گذارم تا بتوانم بشنوم. من هم روزها و شب‌های بیشمار در هوای سرد و برفی زمستان و در هنگام ابر و باران، وقت دلم هوای بودنش را می‌کرد، اینجا می‌آمدم. آنقدر دیر می‌نشستم که پاهایم از سردی می‌لرزید. سالها اینجا بالای امین صخره در کمین پرنده‌ای نشستم که هرگز نیامد. هزاران پرنده خوشخط و خال با هیاهو از اینجا رد شدند، اما آن پرنده بی‌وفایی که چشمانم فرش راهش بود و هنوزم انتظار آمدنش را دارم، هیچگاه در خاموشی این محل پر نزد. سکوت تلخی کرد و ادامه داد: دخترم، وقت منتظر باشی و ندانی بی‌وفا کدام روز و از کدام راه می آید، بی نهایت سخت است. هیچ وقت بخت با من یار نشد. شبها آن بی‌وفا در حضور امین ما مرا به باغ خاطراتش برد. خاطرات عمان کلبه کاگلی، لب جوی، عمان شب و روزهای پاییزی، میان برگهای قشنگ پاییز و چکچک باران. اولین باری که دستش را در دستم گرفتم، عمان شب سرد پاییزی زیر سقف چوبی بود. هر کس از این گوشه دنیا خاطره‌ای در ذهن دارد. برای من هیچ جای دنیا زیباتر از آن کلبه کاگلی و عمان شب‌های پاییزی نیست. ای کاش
امان روزهای پاییزی و امان کلبه کاگلی می ماندن. امروز یگانه خاطراتی که از او دارم امین ماه است. به یاد رخ ماهش به مهتاب نگاه می کنم و تمام خاطراتم آرام آرام یک به یک زنده می شوند. آن خاطراتی که هر روز صبح برای خوش کردن موهای خود به نوک بام می آمد و می دیدمش. امروز با خیالش شعر غمگین عاشقانه می سرایم و آن را برای ما زمزمه می کنم. ما پشت پرده ابرها به آل من خاموشانه می گرید. گردبادها آمدن، سفر کردن و رفتن، اما بی‌وفای من نیامد که نیامد. جوانیم در این امید سپری شد. دخترم، گرچه قصه من کهنه شده ولی داستان موهای سفید من تازه است. شبیه همان داستانی است که آدم برفی عاشق آفتاب شده بود. اندکی مکث کرد و گفت میدانی دخترم، درد زندگی من در کجاست؟ گاهی میاندیشم اگر روز در دادگاه عشق محکمه شوم، قاضی با نامهربانی مرا مقصر میداند که چرا موهای سیاهم را به خاطر یک بی‌وفا سپید کردم. چرا از عالم و آدم به خاطر یک بی‌وفا گذشتم؟ مگر او نمیداند جرم من از دست دلم است دخترم؟ پندی از من بشنو، من مرد خردمند نیستم. چیز زیادی نمیدانم، اما چیزهای زیاد را تجربه کردم. با تو صمیمانه و دوستانه حرف میزنم. برای شنیدن پند صادقانه گوش شنوا داشته باش. از قدیم ها گفته اند که ریختن اشک ها درمان درد نیست. من از تجربه خودم برایت میگویم. پرنده ای را که در روشنایی روز گم کردی، در تاریکی شب نمیتوانی پیدا کنی. ما انسان ها باید یاد بگیریم که خطر رفتن به جاده یک طرفه گاهی به قیمت جان آدم تمام می شود. یاد بگیریم به جای یک آدم بی‌وفا به کسانی بیاندیشیم که در هوای طوفانی در کنار ما هستند. دل آدم‌های بی‌وفا و بی‌رحم مانند سنگریزه این ساحل است. هر قدر درها بماند نرم نمی شود. دخترم، زندگی 2 روز بیش نیست. تا چشم برهم گذاری می گذرد. ما آدم‌ها چند روز مهمان زمین هستیم. بخند دخترم، تا از خنده تو آل ماه و ستاره ها بهتر شود. بخند برای کسانی که به خاطر لبخندت دعا می کنند. بخند برای آنانی که به لبخندت نیاز دارند. بخند دخترم، زندگی ماندنی نیست. امروز فصل پاییز است، فردا دوباره بهار می آید. بخند و شاد باش با امید خدایی که هرگز تنهایت نخواهد گذاشت. با درود و میر فراوان، عادله ادیم. خوانش داستان انیس اصغری.